واخری هیئت‌های بلندپایه تاجیکستان و ترکمنستان امروز 2 نوامبر در قصر ملت با امضای 13 سند به انجام رسید. مهمترین سند امضا شده این اعلامیه مشترک درباره همکاری‌های استراتژیکی میان تاجیکستان و ترکمنستان میباشد. بر اساس این سند تاجیکستان و ترکمنستان من بعد برای همدیگر همچون شریک استراتژیکی به حساب میروند. سندهای دیگری امضا شده همکاری‌ها در بخش معارف، تجارت، سودا و همچنین حالتهای اضطراری را در بر میگیرد. بر اساس یک سند دیگر که از جانب شهردار دوشنبه و شهردار اشخاباد به امضا رسید، پایتخت‌های تاجیکستان و ترکمنستان من بعد برای همدیگر برادر شهر به حساب میروند. در اظهارات مشترک مطبوعاتی امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت همچنین در این واخری با همتای ترکمنش در برابر این مسئله های بین دولتی دایر به مشکلات منطقه هم تبادل افکار نمودند. ما مهمیت اشتراک مشترک را در لایحه‌های بین المللی اقتصادی که بر رشد استوار این کشور مساعدت می‌کند ذکر نمودیم. ضمن بررسی مسائل بین المللی ما اینچنین دایر به ضرورت بر راه ماندن تلاش‌های مشترک در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و شکل‌های دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی صحبت کردیم. قربانگلی بردیمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان از وضع همکاری‌های دو جانب در سمت معارف و فرهنگ اظهار قناعتمندی نمود، ولی وی افزود طرح‌های بزرگ منطقوی که هر دو کشور شامل آنند باید برای اجرای آن جدی کار کرده شود. از جمله بردیمحمدوف به طرح راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان اشاره کرد که تصمیمشان جدی بود و امیدوار است مذاکرات سر اجرای این طرح از سر گرفته می شود. در دورنمای رشد همکاری‌های دوجانبه در ساحه برق و انرژی ما پیشنهاد کردیم جانب ترکمنستان آماده است توسط افغانستان خط برق را تا به تاجیکستان تامین کند. البته اگر این جانب خواهد ما خصوصا در فصل زمستان برق می‌دهیم. Осуществите подачу электричества транзитом через Афганистан, Таджикистан в осенне-зимний период. حالا گردش مال و کالا میان تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر از 93 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که به گفته اقتصاددانها خیلی کم است و در چند سال اخیر این رقم پایین می‌رود. از جمله در 9 ماه سال روان تبادل مال میان کشورها 37 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 2 برابر کاهش یافته است. مقام‌های بلندپایه دو کشور اظهار امیدواری کردند که این سفر قربانگلی بردیمحمدوف به تاجیکستان برای تقویت همکاری‌های دو کشور تکان جدی خواهد بخشید. مولا رجب یوسفی، شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.